دوستا سلام و وقتتان بخیر. انشالله خوب جور سلامت باشین. دیگه آمدیم در یکی از جاهای زیبا دیدنی برفباری کت بچه ها چکر. البته چکر برنامه یا طبیعت زیبا و یا ممو کوچه های برفی دو طرف دیوار باغ. بچه ها رفتن پیش دیگه. قربانتان سلامت باشین. سفر فالو کنین با دوستایتان شریک بسازیش دیگه. بخیر سلامت باشین. برنامه رو ببینین دیگه. یک فضای زیبا عالی ولی خیلی برف زده ماشاءالله. انشالله که این برف بخیر مردم افغانستان باشه انشالله. دیگه ولسوالی زیبای فرزه هستیم. ولسوالی فرزه یکی از ولسوالی های زیبای ولایت کابل است که تا سال 1991 مربوط به بچه کود می بود. بعد از 1991 یک ولسوالی مستقل شد. ولسوالی شانشین است و جاهای زیبا مشهور معروف داره که از او جمله یکشم آبشار است. آبشارش دیگه شهرت جهانی داره و در این فصل در آبشار رفتن دیگه خیلی سخته. برفم خیلی آمده روان است. یا دوستا همون دروازه باغ است. باش که براتون نشان بدم. دروازه باغ و ماشاءالله خوب برف زده. شما بیننده باشید. بسم الله. بخیر سلامت قربان.